روز تعطیل بود مشتری اومد کیس ها آورد برای ما، گفت آقا یه هاردی داخل این سیستمه که بردم یه جایی نشون دادم و یه هارد دیگه نو بهش داده بودن و 13 میلیون تومان ازش پول گرفته بودن و گفته هارد خودت سوخته و این هارد بذار روشو مشکلت حله. اونم از بنابر حالا بس حساسیتی که داشته بعد از 15 سال استا مشتری بودن یکی از مجموعه خوب یزد، گفت حالا یه بار برم یه جا دیگه هم قیمت بگیرم و اومد پیش ما گفت آقا این هارد ببینید چجوریه، خرابه یا نه، چون هارد نو به من دادم، من اینو هنوز از پکش باز نکردم و قیمت هاردم بهم بده. حالا کار ندارم اون هاردی که بهش داده بودن هارد ریفر 7-8 تومن یا 13 تومن حسابش کرده بودن، نه اصلا کار به این ندارم. وقتی هارد خودش آمده رو بردم و گذاشتم و متصل کردم به لپتاپم و تستشو بگیرم، دیدم هارد فقط فرمتش حالا بنابر استفاده نادرست یا هر داستانی پیش اومده یه قطع الکترونیکیه دیگه و هارد همونجور که میدونید قطعات مکانیکی هم داخلش داره. هارد یه مشکلی پیدا کرده که فقط با یکی دونه فرمت کردن مشکلش حل میشه و بهش گفته بودن که آقا کلا هاردت سوخته. خب عزیز من این 13 میلیون شما نمیگی مشتری از کجا باید در بیاره؟ حالا اون چی پول دار باشه، وجدان کاری داری شما؟ این 13 میلیون ازش نگیر به آقایی که هاردش رو بس میکردی براش فرمت میکردی. این بنده خدا 15 ساله به تو روزی داده، به تو خیر رسونده. حالا یه بار راهنماییش کن، بگو آقا نه هاردت سالمه، با یکی دونه فرمت کردن بهش بده. ما فکر میکنیم که خیلی مردم الان سطح سوادشون اومده بالا و سری تو چت جی پی تی سرچ میکنن، تو اینترنت سرچ میکنن، مشکلشون رو حل میکنن، ولی یکی که به تو اعتماد داره و تو رو مثل چشم خودش میمونه و بیاد به من میگه آقا من 15 سال مشتری این آقا بودم، 15 سال از کوچکترین کابل و سیم تا بزرگترین قطعاتی که حالا مثلا برای کار خودمون صنف خودمون حالا یا کیس بوده، مانیتور بوده، هر چیزی بوده، میرفتم پیش این آقا. 15 سال دیگه رفاقت کردم باشه یه جورایی. 15 سال یارو بهت اعتماد کرده و تو جوابش رو اینجوری دادی. حالا بگذاریم که خیلی از این افراد سودجو بهتره بگم چقدر از این مشتریای ناآگاه ما را دارن که اینجور اتفاقایی میفته و هیچ کس صداش هم در نمیاد.